سلام دوستان، امیدوارم روز خوبی داشته باشید. من امیرم اومدم در این بخش به شما آموزش بدم که چطور جنسیت پرنده، یعنی همون عروس هلندی یا پرنده زینتی رو مانند عروس هلندی تشخیص بدید. خب بریم برای شروع. دوستان، همونجوری که من داشتم به شما میگفتم، تعیین جنسیت عروس هلندی، پرنده زینتی مانند عروس هلندی که یکی از سخت‌ترین نژادهاشون که به لوتینو معروفه، صورت زرد مانندی دارن و بدنه سفید یا زرد. بله، در این نژاد یا شما باید به زاویه لگنشون نگاه کنید یا راه ساده تر زیر بالهاشون که به صورت مطابق عکس نشون میدم نگاه کنید. زیر بالهاش، یعنی بالهای بالهای آخریش زرد، نقطه های زرد مانند وجود داره. این پرنده لوتینو یعنی ماده است، ولی اگر این نقطه های زرد رو نداشته باشه عروس هلندی شما نر هستش. و در نژاد سینامون یا همون خاکستری که مطابقت میکنه با نژاد خاکستری که ما بهش میگیم سینامون یا بعضی بهشون میگن خاکستری، در این نژاد کاملا تشخیص جنسیت به صورت خیلی ساده و در یک نگاه هستش که هر کسی میتونه این نگاه رو برآورده کنه. خب در نژاد ماده صورت عروس هلندی مشکیه، ولی در نژاد نرش عروس هلندی صورت نسبتاً زرد مانندی رو به خودش جلوه داده. بلند و سرافراز باشید.